صاحب درکاشا یافتیم. الحمدلله. زن و برادرش فرزنداش در همین مسکو بودین ویورا. این بچه‌ک از ناحیه یوون بودای. خدا رحمت مغفرتش کنه. از ناحیه یوون بودای. در همین مسکو زندگی میکردین همراه زن و کودکاش. از ناحیه یوون از طرف پلیگونش بودای. پلیگون میگفتن همونجا. خب برادرش دادری همون بچهای مردگی مود علاقه دا برامد. سایدینیت کردیمشه همشه فهموندیم رهاشه همشه فهموندیمشه که برادر کجا میره مردر را مقصد تا مرگی رستاف همه بیارن میره مرگی رستاف قبول میکنی مقصد همشه تغیری کردیم و انشاءالله که مرده را صاحباش میگیرن انشاءالله مرده شنو. خب خلاصه هم برادر را جسد چه نمیسوزانن میتیان در دست صاحب داره کشک علاقه همه را گوزنان کرد فهمونده. هزار رحمت برای نفرایی که همون ویدیو را پهن کردن لایک موندن کامنتاری خوب نویسوندن. پرویز تیوی در کانالش مونده بود. شهلای گلخوجه اپای شهلای گلخوجه هم در کانالش مونده بود. بعد اکای دادی خدا 221 سوی هم در کانالش مونده بود. خلاصه دیگر بلوگرها هم در کانالشون موندن دستی به دست کردن یک جای شدیم انشاءالله که کار بود شد. خب چی گفتنیم؟ با کسا با دعا باشیم برادر ما در راه سفر هستیم طرف ایرپورت دمدیدف رفتیم انشاءالله که 1 ساعت یا 2 ساعت پس همونجا در میشیم انشاءالله هم بگه پرواز داریم سفر میکنیم به مدینه منوره. با دعا باشین الله نازنین ساخت سلامت به او جای مقدس ما را برده رسونه. ما برادرای عزیز سفر کردیم به خانه الله همراه شرکت رمضان تور. همین شرکت مقصد ما را همکاری دا دعوت کردگی و انشاءالله گفتیم گپا کارگری همین شرکت میشویم همراه شرطنامه کاری بستگیم. و چی گفتنیم برادر عزیز اگر همین شرکت با دل پر نمیشد دل پری نمیشد من همین شرکت دا کار دا نمیدرامدم. یکمش دیمش برادر من ایمای شریف رمضان های همراه همین برادرها مثال ما شریف رمضان رفتم همراهشون سفر کردم دیدم جاشون و خدمت رسانشون همشون دیدم و همه شریف رمضان های که نگاه کردم پرسپوس کرده و گفتم و گفتی با همه طرفه همینا را سنجیدم. بهترین انسانان بهترین شرکت های همه کارشون قانونی های یگان کار غیر قانونی ندارن. بعد به نهایت راهبلدای با تجربه با سواد در همینجا جمع کردگان خیلی با مورم کار فایرات کردم. من راه بلد نیستم برادرای از من فقط رکلام میکنم هم کارخانه هاشون همشون و بعد یاردمچی راه بلد مقصد هم کار باری راه بلد یاردم میکنم. خلاصه همین روز ما سفر داریم برادرای عزیز گپ کالتا کوتاه گفتیم همون گپو سفر داریم انشاءالله میرویم به مدینه منوره و در اونجا چند روز میسیم و بعد از اونجا سفر میکنیم به مکه مسجد الحرام. با دعا باشین و کدام نفرایتون که سفر کردنین به خانه الله سمیل بعد دلی پر مراجعت کنین در رقمای در روی اکران بده رقمای دیرکتوری همین شرکتی رمضان تورای خودش زنگاتون در جواب میده و خودش مسئولیت چه به کلا گرفته همه کاروشه. خلاصه آی دینار خنواش فهمیدن و همه چیز همه برادر پرسان شوین خودش.